پریویت سلام رفقا، حالتون چطوره؟ همونطور که میدید من آنوزم و تو چنل من پله به پله با هم دیگه زبان روسی رو یاد میگیریم. امروز هم قصد دارم 6 تا از پرکاربردترین و واجبترین کلمات پرسشی زبان روسی تو این ویدیو با مثال بهتون بگم. پس بزن بریم. اولین کلمه پرسشی که میخوایم بهش بپردازیم و مطمئنم خیلی شنیدیدش، کلمه شتو هستش. شتو به معنی چه چیزی یا چی هستش. برای مثال شتو تی سموتریش، چی داری تماشا میکنی؟ یا خیلی آسان تر شتو اتا، این چیه؟ دومیش کتو. کتو به معنی چه کسی یا کی هستش. برای مثال کتو زوانید، کی زنگ زد؟ سومیش گتیه یعنی کجا. برای مثال گدیه تی ژیویوش، کجا زندگی میکنی؟ گدیه تی ژیویوش. چهارمیش کاگدا به معنی چه زمانی، چه موقع هستش. برای مثال کاگدا او تی بیا دین راجدینیا، تولدت کیه؟ تولدت چه زمانیه؟ پنجمیش پاچیمو یعنی چرا. برای مثال پاچیمو کاک خولدنا، چرا اینقدر سرده؟ و آخریش یعنی شیشمی کاک یعنی چطور، چگونه. خیلی آسون. کاک دلا، حالت چطوره؟ به همین آسونی. اگه دنبال اصطلاحی خفن، پادکست و هر چیزی هستی حتما چنل من رو سابسکرایب کن، لایک هم یاد نره. پاکا.